خب الان میخوام برم سراغ گریم چشم. گریم چشم رو میایین کانسیلرتون رو میزنید پشت چشم. من زیاد از کانسیلر سفید استفاده نمی کنم، بیشتر حالتی یه رنگی استفاده می کنم، یه توناژ و یه پیگمنت نارنجی توش داشته باشه. از زیر ابرو شروع می کنم، کانسیلر رو میزنم. کاملا این گوشه چشم رو به سمت بیرون، به سمت بینی فید کنید. خب این چشم رو هم به همین صورت. ببین بچه، اشتباه بعضی از میکاپ آرتیست ها که اینجوری تک 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 میزنن واقعا اشتباه و خیلی غیر حرفه‌ایه. حتما باید قلمتون خوابیده بشه روی پلک چشم و از زیر ابرو شروع کنید این کار رو انجام بدید. باز این گوشه رو به سمت بینی فید میکنم. خب گریم چشم بر چه اساسیه؟ اگر که یه چشمی پف داشت و میخواستیم پف چشمش رو بگیریم یا افتادگی چشمش رو بگیریم، میایم از یه تیرگی خیلی ملایم، از این برند استفاده دارم میکنم. اون تیرگی که روی گونه زدیم، روی بینی زدیم، نه، تیرگی چشم باید یه کوچولو ملوتر باشه. چشمتون رو باز کنید لطفا. این خط رو میندازم اینجا، دقیقا روی پف چشمش ببندید. اینجا رو تیره میکنم. البته الان مدلمون باز میگم پف چشم نداره، ولی خب چون داریم آموزش میدیم من بهتون میگم که چجوری بود. اگر که پف چشم تا جلوی چشم بود، حتما این تیرگی رو از جلوی چشم میاریم. اگر که نه، فقط گوشه چشم بود و حالت افتادگی داشت، حتما قلمتون رو به سمت بیرون ببریم و چشم رو یه حالت گربه‌ای بهش بدین. حالا این چشم، ببینید این خط رو میندازم. خط دوم باید روی استخون چشمش باشه، نه زیر ابرو نه پایین تر، دقیقا روی استخون چشم و تا جایی که پف هستش. باز به سمت بیرون فید میکنم. حالا اگر دیدیم که یه چشمی خیلی گودی داره، یعنی این قسمت خیلی گودی داره، از یه رنگ روشن استفاده میکنیم، کانسیلر روشن، که من باز دوباره از درماکالر کریولاین دارم استفاده میکنم. فقط گوشه چشمش رو روشن میکنم که این قسمت چشم برجسته تر شه. صورتتون رو بچرخونید.
دوباره همین کار رو تکرار میکنم و بعد قلمم رو تمیز میکنم، دوباره فیدش میکنم. یعنی با همین قلم، با همین حجم از مواد اگه بخوایم فید کنین، کلن میکاپ چشمتون کثیف میشه، چرک میشه. به سمت بیرون و به سمت داخل یه ذره فید میکنم. دقیقاً یه مثلث فرضی که اینجا قرار بدین برای خودتون، این مثلث فرضی رو من روشن کردم که گودی چشمش برجسته تر شه. پایین چشمش رو ما الان، بالا رو نگاه کنید لطفاً. پایین چشم رو ما از رنگ نارنجی استفاده کردیم به خاطر اینکه تیرگی چشمش رو بگیریم. حالا میام با کانسیلر زیر چشمش رو کار میکنیم. یه نکته که باید خیلی دقت کنید بهش این هستش که شما کانسیلر روشن رو اصلاً تا زیر چشم و لثه چشم نیارید، چون چشم رو ریزتر نشون میده. شما کانسیلر رو اینجا میذارین، فیدش رو میبرین بالا. چرا؟ یک، این که چشم ریزتر میشه اگه از بالاتر بذارین. دو، این که حجم زیاد کانسیلر باعث چروک زیر پوست میشه. این سمتم به همین صورت به حالت ضربه‌ای میذاریم و به این مرحله که میرسیم بچه ها باید یکم دستتون فرزتر باشه که سریع فید کنید، چون کانسیلر یکم سنگینه و زود خشک میشه. زیر چشم رو روشن میکنیم و فیدش رو به سمت بالا میبریم. این سمت خب تا اینجا ما گیریم چربمون تموم شدش، یعنی ما عضله سازی صورتمون رو انجام دادیم، چشممون رو حالت کشیدگیش رو بهش دادیم، پف چشم رو گرفتیم، گودی زیر جلوی چشم رو گرفتیم، گونه رو برجسته تر کردیم، چونه رو یکم تیزتر کردیم و پیشونی رو کوتاه‌تر کردیم. حالا از اینجا به بعدش میریم سراغ فیکس کردن این مراحل چربمون. اگر که شما خوب فیکس نکنید، باز میگم میکاپتون میکاپ تمیزی در نمیاد. پس توی فیکس کردن خیلی دقتتون بالا باشه. یک بار دیگه ببینید من دائم دارم با این پد چربی پوست رو میگیرم، خط خنده رو میگیرم، در حین کار تا جایی که صورتش چرب هستش مدل یا کلیентتون اصلاً نباید عضلات صورتش تکون بخوره، با گوشی صحبت کنه، بخنده. این کارا باعث میشه که تمام صورت پوست به هم بریزه. خب حالا میریم برای خشک کردنش. خب الان تو این مرحله میخوایم صورت رو فیکس کنیم و کاملا خشک کنیم، بعد بریم سراغ کانتور خشک. صورت رو بچرخون. زیر خط گونمون رو
فیکس میکنیم. چرا روی گونه نمیام؟ برای اینکه اگر که ما فیکسرمونو یا حالا پودر بیکمونو روی گونه بیایم و خشکش کنیم، یه کوچولو اون رنگ گونه‌ای که میخوایم رو بهمون نمیده. پس بنابراین از زیر خط گونه فیکس میکنیم. صورت رو کاملا می‌کنیم. خب این ور هم به همین صورت سعی کنید خطتون به هم نریزه. حالا زیر چشم رو دوباره مجدداً شما تمام خطوط رو از بین میبرین. بعد میایم با فیکسر یا پودر بیک. همه اینا بچه‌ها یه معنی داره، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. پودر بیک و پودر فیکس هیچ فرقی با هم نداره. من دارم از فیکسر لارا مرسیه استفاده میکنم. خب این دوتا قسمت رو از پد استفاده کردم، ولی جاهای دیگر رو با قلم فیکس میکنم. یه کوچولو که گذشتش با یه قلم اینطوری که یکم بزرگتر و توپلی تره و خیلی راحت تر میشه فیکسر پخش بشه رو کل صورت. اول میایم این خطوطمون رو فیکس میکنیم و پخشش میکنیم. بعد میایم دیگه جاهای دیگر رو فیکس میکنیم. باز میگم روی گونه نمیایم. پشت لب رو بدین داخل. قسمت هایی که خیلی عرق میکنه خط خنده هستش. پشت لب و روی بینی. روی بینیش هم میزنیم. پیشونی. وقتی که فیکس میکنین کامل دقت کنین هر جای صورت که داره برق میزنه یعنی اونجا خشک نشده. حتما فیکسر رو دوباره تکرار کنید. خب برای پشت چشمش میایم یکم بلندش میکنیم. بلند. چشمشون باز نمیشه. با یه قلم کوچیکتر پشت چشم رو هم فیکس میکنیم. مرحله بعدی سایه روشن یا همون کانتورینگ به صورت خشک. خب حالا که تمام صورت رو فیکس کردیم و مطمئن شدیم کامل تمام فضای صورت خشک شده، میریم سراغ گریم خشکمون یا همون سایه روشن خشک که من از برند مک استفاده میکنم. شمارش هم NW43 که رنگش به نظر من خیلی رنگ خوبیه. حالا یه کانتور دیگه هم بهتون نشون میدم که
خواستین از اون هم میتونین استفاده کنین، ولی من خودم ترجیحم این کانتوره. قلممو میزنم، میتکونم یه کوچولو، به صورت ضربه‌ای روی همون تیرگی که براتون کشیدم میزنم. و به سمت بالا فید میکنم. هر جا که تیرگی زدید همونجا هم تیره میکنیم. شقیقه رو تیره کرده بودم، اینجا هم باز تیره میکنم. خب این سمت باز به صورت ضربه‌ای. حجم قلمتون رو همیشه بگیرید، حالا رو دستتون یا بتکونین و به سمت بالا فید میکنم. شقیقه تیره بشه. خب حالا به این سمت بشه صورتتون، این جاهایی که تیرگی زدین، همه تیرگی هایی که توی تیرگی چرب استفاده کردین همونجا رو باز دوباره خشک میکنین. این سمت صورت لطفا. این قسمتی هم که میخواستیم چونهشون رو تیزتر نشون بدیم که بغلش رو تیره کردیم، قسمت وسط روشن بود. پیشونیشون رو باز من حجم رنگ و مواد رو دستم میگیرم، میارم رو پیشونی و بعد فید میکنم. من از قلم سرکج استفاده میکنم، خب خیلی بهتره. جاهایی که میخوام از پهنای قلم استفاده کنم میذارم، به جاهایی که میخوام اینجوری حالت پرتابی استفاده کنم این قلم اینجاش دوباره شیب دار میشه. این خیلی کمک میکنه که شما راحت تر کار کنید. بعد یه چیز دیگه هم که میخواستم بهتون بگم، اصلا حالت کلیشه‌ای کار نکنید. یعنی انقدر با رنگا بازی کنید تو سایه، تو کانتور، تا خودتون راضی بشید و اینکه مطمئن بشین که یک کانتور ترتمیز دارین. اونجور نباشه که بگین خب من 2 بار اینجا رو زدم، اوکی حالا برم اونور صورت رو کار کنم. کار میکنید تا اونجایی که خودتون اون هارمونی صورت رو به دست بیارید. خب حالا میخوام برم رنگ روشن. باز این هم از برند مک هستش که هم خودش فیکساتور داره، همین که رنگ روشنش اونقدری روشن نیستش که تو ذوق بزنه. روی خط روشنیمون کانتور خشک استفاده میکنیم و حتی زیر چشمم میتونیم این رو ببریم. بغل بینی، جاهایی که روشنی کار کردین دیگه. این سمت صورت شما علامت نایک رو که
به خاطرتون بسپرین هیچ وقت اشتباه نمی کنید. ببینید به این صورت. زیر گونه، روی چونه، روشنی استفاده کردیم. همزمان که میگم روشنی کردیم فیکس هم کردیم دوباره با این. خب برای گریم چشمش همون کارایی که توی روشنایی و تیرگی پالت چربمون ازش استفاده کردیم، حالا میایم با سایه کار میکنیم. جایی که روشن گذاشتیم روشن میذاریم، زیر ابروش همینطور، کم فیدش میکنم. حالا بیایم روی استخوان چشمش رو از یه رنگ تیره استفاده میکنم. تیره‌ای که خیلی تیره نباشه، یکم به آجری بزنه. دقیقاً اینجا خط کریس چشمش. باز قلممو تمیز میکنم و به سمت بیرون باز میام. دوباره اون چشم، خط کریس چشمش رو در نظر میگیرم و به سمت بیرون فید میکنم. این یه گریم کامل صورت هستش.